آیا تا به حال نام منطقه قلعه فتح الله به گوشتان خورده و آیا در مورد تاریخچه این منطقه می دانید؟ فتح الله خان یکی از سرداران صدوزه‌ای بود که در زمان تیمورشاه درانی در همین محله قلعه آباد نمود و یکی از سرداران جنگ دیده تیمورشاه بود. تیمورشاه پس از اینکه شاه ولی خان سردار قوم بارکزی و سردار محمد جان خان پوپلزی سپهسالار احمدشاه را از بین برد، به مرور زمان تعداد زیادی از سرداران پوپل و بارکزی با تیمورشاه کینه ورزیدند. تیمورشاه ناچار قندهار را ترک کرد و کابل را پایتخت ساخت. در مدت 4 ماه در کابل قلعه با 7 دروازه ساخت که پس از اندک زمان شخص به نام عبدالخالق کاکه که یکی از کاکه های قندهار بود با 60,000 سرباز به طرف کابل لشکرکشی نمود. تیمورشاه در این جنگ با خود 10,000 سپاه داشت. فتح الله خان در این جنگ با تیمورشاه یک جا علیه عبدالخالق لشکرکشی نموده هر دو قوا در حوالی شاشگاو میان ولایت میدان و غزنی با هم تصادم نموده. چون اساکر تیمورشاه بقایای لشکر جنگ دیده احمدشاه بابا بود، این جنگ را فتح نموده عبدالخالق را اسیر کردند. فتح الله خان صدوزه‌ای در عصر سلطنت احمدشاه درانی از ملتان به قندهار آمده لقب وفادار خان را حاصل کرده و در زمان سلطنت تیمورشاه به کابل آمد و ندیم خاص شاه گردید. موقع حمله عبدالخالق خان در حالی که تیمورشاه وضع باریک پیدا کرده بود و کمتر کسی حاضر به همکاری میشد، فتح الله خان با 1000 سوار میتی خود در کوه دامن و کوهستان بود. و چون از باریکی اوضاع اطلاع یافت، فوراً با سواران خود به کابل آمد و در مقابل حمله ناگهانی عبدالخالق آمادگی نمود و به طرف شاشگاو حرکت کرد و بالاخره موفقیت نصیب تیمورشاه شد و عبدالخالق کاکه اسیر و دستگیر شد. این ویدیو بخش دوم نیز داشته که قصه بعدی را در بخش بعدی خواهیم گفت.